زمانی که کاراکتر گیهون داشت اون جمله مهم و تاثیرگذار خودش رو میگفت، مستقیما به دوربین زل زده بود و انگار که داشت با مخاطبین صحبت میکرد. به این تکنیک توی صنعت سینما میگن شکست دیوار چهارم، که به این معنیه که در اون لحظه بازیگر مخاطب هدفش اون شخصیه که داره اون سکانس رو تماشا میکنه، یعنی ما. پس میتونه منظورش این باشه که در واقع ما همون VIP هایی هستیم که از دیدن بازیای وحشیانه و کشته شدن آدما داریم لذت میبریم. میتونه منظور گیهون از اون جملهش به ما باشه. حالا با این دید دوباره این سکانس رو تماشا کن. 우린 말이 아니야. 사람이야. 사람은